سلام، چطورین؟ خوبین؟ میخوایم امروز کباب تابه‌ای درست کنیم. مواد لازم رو اینجا میبینید که بهتون میگم. گوشت داریم حدوداً 250 گرم چون ما 2 نفریم. گوشتم ترکیب گوشت گوسفند و صورت من باید از بین بره تا این بتونه اینجا فوکوس کنه. ترکیبی از گوشت 50% گوشت گوسفند گاو، لیمو ترش، گوجه، مقداری زیادی سیر 5-6 حبه، فلفل ما دوست داریم، زردچوبه، پول بیبر، نمک، فلفل، پول بیبر حالا بهتون میگم به موقعش چیه، و پیاز. خب گوشت شق کرده که اینجا داریم که ترکیبی از 50% گوشت گوسفند و 50% گوشت گوساله است. پیاز میخوایم قاطیش کنیم. این دوستمون چیه؟ این دوستمون لایف سیوره واقعا واسه مایی که زیاد آشپزی میکنیم. اگه بذارم اینجا فوکوس میکنه روش. آها. این خرد میکنه همه چیزو. بدین ترتیب میتونیم بکشین و همه چی این تو به صورت احمقانه‌ای بسیار خوب خرد میشه. خب پیازی که خرد کردیم بعد آب پیازو بگیریم. من چیکار میکنم؟ من یه کاسه میذارم اینجا، این دوستمون کاسه است، و یه صافی. این دوستمون رو باز میکنیم. خب اینو میذارم اینجا. این وسطش یه تیغه بسیار چمپر داره، میذاری اینجا و پیازو با یه قاشقی که اینجاست میریزم تو این صافیه. درست؟ آب پیازم نریزین دور، باش کار داریم. خب قشنگ همه پیازو میریزیم اینجا. خب میذاریم اینجا. اینو شروع میکنیم اینجوری تکون دادن. این پیازو تو صافی اینجوری تکون میدیم. همه آبش به راحتی هر چه تمام‌تر میریزه بیرون. خیلی وقتا من تو این فیلم ها میبینم که تو این آموزش ها با دست فشار میدن و این داستان ها. من کلا خوشم نمیاد مقداری. حالا اگه خیلی بخواین آبشو بگیرین میتونین با همون قاشق هم اینجا فشار بدین و آبش خیلی راحت گرفته میشه. بهتر از اون فشار دادن خیلی زیاده. نها کن. دیگه اصلا کلا پیاز آب نداره. خب پیازو اضافه میکنیم. چرا میگن اضافه است دیگه؟ شیرازی گرامی فکر کنم میگن اضافه بیشتر. خب این آب پیازو میذاریم کنار واسه مصارف بعدی. این تیغه دوستمون رو میذاریم اینجا. این جالبه که ایرانیه و به شدت خوبه. مارکشو بهتون بگم، تپکو tabaplastic.com. گفتم که ازشون تشکر کرده باشم. خب سیرامون رو میریزیم این تو. ما چون غذا رو تند دوست داریم، من کلن هم غذا رو تند دوست دارم، نه خیلی تندا، همین که باید مزه داشته باشه. غذای بی مزه با بد مزه فرق داره. یعنی نمک و فلفل و عطرزنی زیاد تو غذا دوست دارم. این دوستمون رو میذاریم این رو. فلفل هم باش انداختیم این تو. فلفل و سیر الان این توه. خب این دوتا رو اینجوری میکشیم و یه ملاط از سیر و فلفل به ما داد. اینم بازم دوباره برمی‌داریم. حواستون باشه که فلفل دست به چشتون نزنید. اینم میریزیم این تو. درست؟ پس تا حالا شد گوشت، پیاز آب گرفته شده، سیر، فلفل. حالا نمک میزنیم بهش. من همیشه تلاش میکنم که از نمک صورتی استفاده کنم چون که سالمتره. یکم زردچوبه، پاپریکا، مقداری پاپریکای دودی بهش اضافه میکنیم. درست؟ فن آخر استاد این سس است که ما بهش معتادیم. سس باربیکیو چیلی. من برم پشتش میتونیم ببینید. خیلی جذاب سسش. سس باربیکیو خارجی هم هست، ایرانیش هم بخوایم میتونید استفاده کنین، همون مزه رو میده. من مقداری سس باربیکیو هم به این دوستمون اضافه میکنم. درست؟ اینم میذاریم کنار. میرسیم به اصل قضیه. پول بیبر. من نشونتون بدم که بافتش چجوریه. ایشالله که بتونیم ببینیم. دیدین؟ این در اصل یه فلفلی که تو ترکیه است، خوش شده و با روغن زیتون طعمدار شده. خیلی چیز خوشمزه و جذابیه. از اینا هم میریزیم. خیلی تند نیست، بیشتر طعمش شور و تند و شیرینه حتی. خب این دوستارمونو ببخشید من از دستکش اصلا دوست ندارم استفاده کنم. دستمو قبل از این کارا شستم. اینا رو با هم ماساژ میدیم. خب من اینا رو با هم دیگه ماساژ دادم و به یه همچین ملاتی رسیدیم.
دیدید چه خوشگل شده. این پول بیبری که بهش اضافه کردم باعث میشه که رنگش خیلی خوشگل بشه. حالا من اینو حدوداً 1 ساعت 1 ساعت و نیم میذارم تو یخچال، یعنی 1 ساعت و نیم وقت داریم معطل بشیم که این تو یخچال باشه. حالا 1 ساعت و نیم وقت داریم دکمه سابسکرایب و لایک و فشار بدین، اون زنگوله رو هم بزنین. آفرین، ما رو سابسکرایب کنید. برمیگردیم ببینیم به چه نتیجه‌ای رسیده، چون میخوام تو 1 ساعت 1 ساعت و نیم آینده اینا با هم موادش به خورد همدیگه بره و طعم‌ها با هم ترکیب بشه و یه چیز خفن درست کنیم. برمیگردیم. ما 1 ساعت این گوشتامونو که برای کباب تابه‌ای گذاشتیم تو یخچال، خودشو بسیار خوب گرفته، عالی، حرف نداره. بریم ببینیم که چجوری سرخش کنیم. خب مایتابه رو میذاریم رو گاز، شعله رو روشن میکنیم. روشن شد، میذاریم مقداری مایتابه گرم میشه. اینجوری نباشه که روغن بریزیم بعد مایتابه رو بذاریم گرم شه. میذاریم مقداری مایتابه گرم شه، بعد روغن بهش اضافه میکنیم. خب مایتابه مقداری گرم شد، روغن میریزیم. این توی یادتون باشه خیلی کم نباید روغن بریزین، چون که میچسبه. روغن که ریختیم درشو میبندیم. مقداری پول بیبری که همون اول استفاده کردیم من میریزم این تو، چون این رنگ خیلی قشنگی داره کلا و طعم خیلی خوبی هم به غذاهامون میده. از اون ورم این چیزایی که اینجا آماده کردیم، 1 فلفل، 2 فلفل، 3 فلفل حسنی و 2 تا سیر، 2 تا سیر میندازیم تو همین روغن. میخوایم آروم آروم شده رو کم میکنیم. میخوایم آروم آروم که داریم اون کباب تابه‌ای‌ها رو سرخ میکنیم، اینا هم به همون روغنه طعم بده و طعم قشنگتری داشته باشیم. دوستان گرامی، خیلی از وقتها میبینیم کباب تابه‌ای کل مایتابه این کوبی سبزی درست میکنن، بعد قاچ میزنن برمیگردونن. من دوست دارم دونه دونه این کتلت درست کنم کباب تابه‌ایو. چرا؟ چون که میتونم قطورتر درست کنم، میتونم راحت‌تر برش گردونم و راحت‌تر کلا تک تک درست کردن. گفتم قطورتر. چرا قطورتر؟ چون دوست دارم کباب تابه‌ای خشک نباشه. من کلا یکم قلمبه‌تر این گیلی بیلیامو درست میکنم واسه اینکه توش خشک نباشه. بریم ببینیم یعنی چی، منظورم چیه. یعنی این مقدار مواد ور می‌داریم، یکم تو دستمون صاف میکنیم. به جای اینکه خیلی کشیده و نازک باشه، من دوست دارم یه چیز توپل حدوداً کروی شکل باشه. نگاه کنید، اینجوری توپل میذاریم تو روغن. میریم واسه بعدی، دوباره بعدی رو برمیداریم. خب نگاه کنیم، ما 3 تا از این، واسه هر نفر 3 تا از این گیلی بیلی‌ها درست کردیم. بیا جلو. 3 تا از اینا درست کردیم و این ته مایتابه، ته این ظرف گوشتمون یه مقدار آبی داره که این آب تمام مزه کباب تابه‌ایه. اونم یکم میریزیم این تو که از مزه ها چیزی غافل نشیم. درست؟ در همین بین که اینا دارن میپزن، این فلفلا هم داره بهشون مزه میده. گوجه ها هم میذاریم این بغل از همین اول که یه حالت جذابتری به این دوستامون بده. عجب بوی میده، نه؟ بوی که نه، منظورم عطر. اینا رو اصلا جدا میکنیم که وانرن. سیرا هم که دارن میپزن. چقدر جذاب. خب نکته کاری اینه که در رو ببندین، بذارین آب بندازه که بپزه، بعد میریم تو مرحله سرخ شدنش. فعلا باید بمونه 1 ربع. خب 1 ربع گذشت، ببینیم به چه نتیجه رسیدیم. بیا نگاه کنیم، من هیچ آبی به این اضافه نکردم، ولی میبینیم چقدر خود گوشت آب انداخته. راست چون گوشت ما هم بیشترش گوسفند بوده، اینا کوچولو شدن، چربی اومده تو این مایعه. این مایعه رو بعدا نمیخوایم استفاده کنیم. خب حالا در رو که بسته بودیم، اینا خودشونی گرفتن، میتونیم برگردونیم در ادامه. میبینین چه رنگی خوشگلی داره. حالا باید بذاریم از اون ورم مقداری بپزن، برشون میگردونیم، با در باز میذاریم ادامه پخت اتفاق بیفته. این گوجه ها هم من یکم نمک میزنم توشون که خوشمزه بشن و مزهشون خوب شه. خب در باز میذاریم سرخ. حالا بیا جلو. آقا اینا رو گذاشتیم سرخ شه، میبینین چقدر جذاب شدن. خب اینا رو من الان از مایتابه خارج میکنم. وقتی از مایتابه خارج میکنیم، هنوز فرآیند پخت داره توشون صورت میگیره، چون توشون داغه. درست؟ نگران نباشین، همه چی تحت کنترله. اینا رو از مایتابه میارم بیرون. خب
یادتون باشه خودتون نباید بسوزونید مثل من. خب حالا بیا جلو. این تیکه ها رو می‌بینی اینا اصل مزه این غذا. من یکم شعله رو کمتر کنم. ما می‌خوایم با هم اینا مزه درست کنیم. چطوری؟ این گوجه ها رو که می‌بینی اینجوری کبابی شده برگردونم عشق می‌کنید، پوستشون رو جدا می‌کنیم. همینجوری بزنی از پوست این پوسته جدا میشه. من یکم شعله رو کمتر کنم. یه چنگالم بردارم. خب این پوست گوجه ها رو جدا می‌کنیم اینطوری. گوشتشون می‌خوایم. به همین راحتی پوستش جدا میشه. دیدین؟ اینو میذاریم اینجا. این خود گوجه، این پوستا رو ادامه‌اش هم جدا می‌کنیم. میریم بعدی. اینم خیلی راحت انقدر پخته همه این پوستا جدا میشه. گوجه ها رو همونجوری دیدین پوستش خیلی راحت جدا شد. یکم با اینا مخلوط می‌کنیم. حالا این سیرایی که اینجا قایم کرده بودیم اینم همونجوری فشار بدیم قشنگ کامل له میشه. نگاه کنین چه مزه هایی ما داریم با هم دیگه ترکیب میکنیم. عشق خواهید کرد. ببخشید من این چنگالو بردارم. اینم اینجوری کنید قشنگ این کره له میشه. درست؟ اینا رو یه همه کوچولو میزنیم. فلفلا رو من جرئت ندارم پخش کنم چون که احساس میکنم فلفلاش شاید تند باشه. خب کل مایتابه اینا رو میچرخونیم که همه مواد طعم گوشت رو بدوزن. خب حالا مقداری زعفرون داریم بهش اضافه میکنیم. خب مقداری سس باربیکیویی که همون اول اضافه کردیم هم اضافه میکنیم. دوباره یه هم میزنیم. میخوایم یه سس درست کنیم بریم واسه خودتونا. یکم میتونیم شعله رو بیشتر کنیم. این سسه داره درست میشه. من عاشق پیازشم. مقدار پیازچی خرد شدم بهش اضافه میکنم که دیگه اصلا فن آخر استاد زده باشیم. درست. و یه نصف آب لیمو ترش. چی باید بشیم؟ گشنم شد. خب ما این سسمون که داشتیم درست میکردیم و یکم آبش کم شد. چقدر جذاب شد. حالا این دوستای گیگیری و گوری رو دوباره ول میدیم توش که این طعم هم با خودشون بگیرن. این تمام این مزه ها این ته چسبیده. حواستون باشه. اینو من بذارم کنار. نکته آخر اول استاد اینه که باید 2 تا کوچولو کرم بهش اضافه کنیم واسه اینکه تموم کنیم کارو. ببخشید میذاریم بمونه و آماده است واسه سرو. مطمئنا این خوشمزه ترین کباب تابه‌ای که تا حالا خوردید.